سه بازی دوری دهم چمپیونات تاجیکستان میانی دسته‌های لیگ عالی دایر گشت. در این واخوری دسته استقلال در ورزشگاه مرکزی شهر حصار تیم فوتبال روشن ظفرآباد را استقبال گرفت. از ابتدا معلوم بود که شاگردان ویتالی لفچنکو از لحاظ بازی و مهارت انفرادی بازیگران از دسته روشن ظفرآباد یک سر و گردن تفاوت دارند. همین بود که تا دقیقه 20 رقابت فوتبالبازان دسته روشن ظفرآباد دروازه خود را از گل امین نگاه داشته توانستند. همون هم در دقیقه 20 نیروسنجی بر مقابل حملگر جوان رستم سویرов قاعده بازی ویران کرده شد. خود جبردیده بدون مشکلی از نقطه 11 متره توپ را وارد توری دروازه مهمانان ساخته حساب کشاده شد. در دقیقه 47 نیروسنجی سیاد کاووسشاه با زدن گل دوم مشرف شده حساب 2-0 گشت. در دقیقه 57 شیروانی مابدشایف حساب را 3-0 گردانید. حملگر مرکزی و تجربه دار دسته استقلال منوچهر جلیلов نیز در این واخوری گلزنی کرد. در دقیقه 72 رقابت منوچهر دوبل را مربوط نامی خود گردانید. 5 دقیقه ماندن تا انجام وقتی اساسی واخوری شیروانی مابدشایف گل دوم خود را زده با همراهی منوچهر دو گلی را در نام خود ثبت کردند. در دقیقه یکم اضافه نموده آخری رقابت فوتبالبازان دسته روشن ظفرآباد مراتبه هفتم در این واخوری توپ را از داخل توری دروازه شان بیرون برآوردند. مؤلف گل نورالدین давронов گشت که نیم محافظتگر از مسافه دور کنج دروازه رقیب را نشان گرفت و اشتباه نکرد و به نتیجه این دیدار هم نقطه گذاشت. یادآور میشیم که برای نورالدین давронов این آخرین بازی با پیراهن استقلال محسوب میشد. زیرا طبق اطلاع دفتر مطبوعاتی باشگاه استقلال دوشنبه نورالدین давронов کارنامه ورزشی خود را در چمپیونات هندوستان ادامه میدهد. در ورزشگاه سپارتاک شهر خوجند دسته‌های فوتبال اسخاتا و استراوشان بین هم سبقت نمودند. این دو دسته ولایت سوق در دور گذشته چمپیونات تاجیکستان نیز با هم دیدار انجام داده بودند که آنجا نیز استراوشان با حساب 2-1 غلبه به دست آورده بود. اکنون در دور دهم اسخاتا در میدان خود استراوشان را استقبال گرفت. قسمت اولی میدانداری بدون زدن گل به انجام رسید. در پیت دوم رقابت امیرجان سفرов از هیئت دسته استراوشان گل نخستین را زده مهمانان به پیش برآمدند. در دقیقه 75 میدانداری لگیونر استراوشان بک دیودانی مراتبه دوم توپ را وارد توری دروازه صاحبان میدان گردانید. اوتابک زوکیرов در دقیقه 79 میدانداری گل سوم استراوشان را به ثمر رسانیده غلبه بزرگ دسته‌اش را بر مقابل اسخاتا تامین نمود. بعد از این غلبه استراوشان همکنون با کسب 10 امتیاز به زینه ششم جدول عمومی چمپیونات برآمد. بازی دیگر میانی دسته‌های فوتبال فیضکند ناحیه واسه و روشن کلاب بدون زدن گل به انجام رسید. دسته‌های فوتبال کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجند که در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت دارند بازی‌های خود را در چمپیونات تاجیکستان به تر دایر می‌نمایند.